مردی رسام در خیابانهای شهر صورت آدمها را نقاشی می کرد و زندگی اش را با این کار می گذراند. صورتهای کشیده رسام بسیار هم زیبا بودند. در یکی از روزها زنی جوان از کنار این رسام گذشته ایستاده بود. وی نقاشی‌های زیبای رسام را دیده هوسش آمد و از او درخواست کرد که صورتش را نقاشی کند. رسام با خوشحالی قبول کرد. زنی جوان روی کرسی نشست و منتظر ماند تا اینکه رسام صورت او را بکشد. زنی جوان گمان کرد که کار این رسام دیر دوام می‌یابد. به این خاطر کتاب را در دست گرفت و به مطالعه آن مشغول شد. اما هنوز در صحیفه اولی آن بود که رسام به او گفت: خواهر جان، نقاشی اتان آماده شد. زن با تعجب گفت: چی خیل؟ الکی آماده شد؟ وی با ناباوری از جایش خست و به طرف رسمی کشیده شده اش رفت. وقت نقاشی را دید حیرت زده شد، زیرا خیلی دقیق و زیبا نقاشی شده بود. ولی آنچه زنی جوان را بیش از همه به حیرت آورد این وقت و مدتی بسیار هم کوتاه بود که رسام توانسته بود صورت او را بکشد، زیرا رسام صورت زنی جوان را در کمتر از 10 دقیقه کشیده بود. زنی جوان با حیرت و تعجب رو به سوی مرد رسام کرد و گفت: چی خیل شما توانستید چنین یک رسم دقیق و زیبای را فقط در 10 دقیقه بکشید؟ مرد رسام پاسخ داد: نه خواهر جان، 10 دقیقه نه، 35 سال تجربه کاری من در داخل این 10 دقیقه خوابیده است.